سلام و شب بخیر. راستی رفقا صدا رو میشنوید؟ کدوم صدا؟ صدای دایره دنبک کوسه چیاره دیگه. همه با هم دم گرفتن میگن مذاکره برات هلاکی، اگه توافق نکنیم همه زیر خاکیم. چرا؟ جوابشو از تیوی ریش بشنوید. دور پنجم مذاکرات ایران و 5+1 ساعتی پیش با نهار کاری وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل دفتر نمایندگی ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین آغاز شد. من جواد ذخیر بعد از اینکه نهار کاری و کوفته کاری رو زد تورک، ناگهان زهرماری خونش زد بالا و با دیپلماسی دستپاچگی اومد جلوی دوربین. ما فکر میکنیم که دیگه کم کم باید شروع کرد به نگارش. البته هنوز اختلافات جدی وجود داره در مورد موضوعات مختلف. ما اعتقاد داریم که اگر طرف مقابل با واقع بینی وارد بحث بشه امکان رسیدن به توافق هست و اگر این اراده وجود داشته باشه به نظر ما حتما رسیدن به راه حل امکان پذیره. وقتی من جواد ذخیر که سر جویده تیم مذاکره است اینجوری واسه زهرخوری بیتابی میکنه، دیگه تکلیف ورق پاره های باند کوسه روشنه. اونا دیگه تو فاز بیتابی نیستن، رفتن تو فاز لهله. تنور داغ و مذاکره با کت خدا. باری اکنون تحولات کل منطقه فرصتی کم نظیر برای ایران فراهم آورده است. درباره حضور آقای برز در مذاکرات مستقیم باید بگویم که ایشان نیز مانند همتای اروپاییش خانم کاترین اشتون در آستانه بازنشستگی است. ایشان کارشناس مسائل ایران است، آن هم با دیدی تفاهم‌آمیز که گاه انتقادهایی را هم از جانب تندروان خودشان برانگیخته است. اکنون با آنچه گفته شد برای همه طرف‌ها زمان تنگ است و مانع مفقود و مقتضا موجود و این تنور داغ است و آماده چسباندن. ملاحظه کردی؟ میگه آقا جون تا تنور مذاکره داغه باید خمیر توافق رو بچسبونیم و اگر نه رفقامون بازنشسته میشن. حالا خر بیار و باحالی بار کن. اگه الان قضیه رو فیصله ندیم یهو دیدی یه عده دیگه اومدن، اون وقت کار به تراشیدن ریش عظما میکشه ها. همون جغد شاخدار یا همون یارو بروجردی هم نفس زنون خودش رسوند به تیوی ریش تا یه نکته مهم رو به طرف حسابای غربی یادآوری کنه. ما تنها کشوری هستیم که اضافه بر اعتماد آفرینی در چارچوب عهدنامه NPT یه پشتوانه عظیمی به نام فتوای مقام معظم رهبری رو داریم که اونقدر مهمه که شخص اوباما در سخنرانی اعلام کرد ما به این دیدگاه احترام میذاریم. تازه میگن میخوان فتوای علیگدا رو تبدیل به قانونم بکنن، یعنی زهر رو بریز میخوریم تا آخرش هم میخوریم. اما حالا اون طرف سکه بیقراری این جماعت جام زهری با دلواپسای رم کرده مواجهیم که دارن پس میفتن، کونم چه پس افتادنی. یک بار و برای همیشه بگویید زیر لحاف اعتدال چه میگذرد. یا للعجب که اسم این اقدامات را اعتدال میگذارند. افراطیون را به مسند قدرت برمیگردانند، طلبکار ملت هم هستند. میگویند به پشت سر خودتان نگاه نکنید. عده کارشان این است که به پشت سرشان نگاه کنند، میترسن به زمین بخورند. آقای روحانی چرا برخورد دوگانه؟ چرا خودتان دائم به دولت پشت سر نگاه میکنید و عدم تحرک و تصمیم سازی ها و ریسک پذیری که لازمه هر دولت است با سیاه نمایی گذشته به فراموشی میسپارید؟ چرا تهدید میکنید که در آینده حرفایی میزنم؟ از مواضع شما برمیآید که در آینده نزدیک میخواهید به نهادهای مقدس حماسه ساز و مدافعان راستین این ملت حمله کنید.
کارهایی که آقای هاشمی و خاتمی نتوانستن انجام دهند شما می‌خواهید انجام بدهید. بدانید که اگر آن روز برسد شما یک سر تمام مشروعیت خودتان را از دست خواهید داد. بابا ریپیتورا اون کارایی که کوسه و حاجی خاتمی نتونستن انجام بدن اما شیخ پری میخواد انجام بده. چیه؟ زهرخوریه؟ چقدر؟ 1 گیلاس؟ 2 گیلاس؟ نه برو بالاتر، برو تا تهش، مگه نه شربت نداری؟ آمریکایی ها برای ایرانی ها روشن کردند که در صورت عدم وجود امتیازات قابل توجه در مورد مسئله غنیسازی اورانیوم توافقی وجود نخواهد داشت. بله اینجوری هست. دلواپسا میترسن هوای علیگدا پشت میز مذاکره همینجوری جر بخوره بره تا رفع فتنه از عالم. اما اصل قضیه اینه که هم بیتابی جماعت شیخ پری هم تاب برداشتن مخ دلواپسا واسه خاطر زهریه که تو خون عظماست. موشکاپ بازم یادآوری میکنه که آش زهر خالشونه، بخورن پاشونه، نخورنم پاشونه، آخرش اون که کله پا میشه حوزماشونه. این خط و این نشونه. بله.